bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز، ما شام بخیر به همه شمایان. خرسند هستیم باز همراهی آینه نیروگین دیده و دیده رسیده ایستاده. و امروز ما برای تبریک کردن به دهه مهرآبادی دهه میرانکول آمدیم. برای تبریک کردن به خانواده امونامک که امروز جشن زادروز دارند و مادر عزیز حاجیانه راحیله خاله از زیارت عمره برگشتن. هر دوی امروزه صاحب جشن ها را از نام فرزندان، از نام دلافروزایتی، مهراجکه، مهرانگیزایتی، دلفروزایتی، از نام کلی پاشا مهربانایتی تبریک میگوییم و پیشکش شما میکنیم. با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، السلام علیکم خیش و تبار مادران، مهمانان عزیز، همه شمایان را به خانواده امانامک و خاندان حاجیانه راحیله خاله خیر مقدم میگوییم. برای ما هر دو صاحب جشن ها امانامک همراهی راحیله خاله لازم هستند. با قرصک های شمایان تکلیف میکنیم به نزدمان. مرحمت مرحمت. Sababim mehri ko'nglim tarafim, foyda otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, jannatim kalitisiz, otam mening. اوامو زادروز مبارک. روز تولد را امروزه مولود خجسته را برایتان مبارک باد میگوییم. راحیله خاله زیارت خانه خدا مبارک باشد. از امروز شما حاجیانه هستید و در همه این خیلی چاره‌بینی ها، این خیلی دیده و دیده رسیدن ها میگویند حاجیانه. از آن امروز لب گفته جواب میدید. این نام مبارک برایتان مبارک باشد. نمیدونید که بیرم بالای بیرم است، هم زادروزی پدر و هم مادر از زیارت عمره برگشتند. خدا کند که هر دوتان دم پیری و دولت پیری را بینید. خدا کند که برای آیله های جوان شمایان انسانی نمونوی هستید. انا همین آیله های جوان ایزی قدم های شما را زیر کنند و مانند شمایان خوشبختترین آیله را برپا کنند. امروز هر دوی شما را از نام فرزندان عزیزتان، از نام دلافروزایتی، مهراجکه، مهرانگیزایتی، دلفروزایتی، از نام کلی پاشا مهربانایتی تبریک میگوییم. نبیره های شیری گفتن پدر عزیزی ما امروز زادروز دارند. اما بابا پدر چنین شخصیت بوده است. امروز همراهی فرزندان صحبت کردیم. من گفتم چی گفته تبریک گویم و کمی معلومات پرسیدم. گفتن پدر ما پدر خاکسار، ابرمرد خاندان ما، قهرمان زندگی ما فرزندان، چند سالها همچون راننده در همین سوخاز خود کار کردند
فقط مهنتی حلال کردن، لقمه حلال رو برای ما آوردن و ما کلام کردن. هزار رحمت. با چشمشان به نگاه کردن، دادا جان رحمت شما بر شما ناز ببینیم گفتن نمیتونیم چون ما فرزند هستیم شرم میداریم، لیکن از قلب از تحت قلب ما میخواهیم این سخنها رو برای پدرم رسانیم. صد بوسه زنم خاک قدمهای پدر را، صد بوسه زنم خاک قدمهای پدر را، بر دیده کنم منزل و مأوای پدر را. صد رنج کشد روزی تمام از پی نان، وای صدقه شوم آبیله دستان پدر را. یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، وای صدقه شوم همتی بالای پدر را. چون کعبه طوافش بکنم در همه هستی، پررنگ نکنم خدمت و رنجهای پدر را. اما من مهراج که صحبت کرده میگویم من حاضر این سیمبا در آمدم حسین جان یکان بار از زبان پدرم نشنیدم که بچه حلاق شدم گفته که سخنشان نشنیدم. خدا کند که هیچ وقت کسل نشوند، هیچ وقت مانده نباشند، بردم صحت سلامت همراهی مادرم فقط زندگی کنن برای ما بس است. چون گفتم ما دلمون با همه ما نیست، چون این پدر چون این مادر داریم، چون این دعاگوی داریم. زاد و روزشان مبارک باشد. حاجی من امروز امانمک ولی چند در آمدن؟ انا 18 ساله گفتن. بگذارید 18 سالگیش من هیچ وقت ترک نسازد، همیشه صحت سلامت باشه. حاجی من زیارت خانه خدا مبارک باشد. برای مادر چقدر شعر و سخن و بسیار ترانه ها نوشتند شاعران. یک یارش را بگویم مادر تو شعر بهترینی من، تو ابر یاسمینی من، تو ماه نازنینی من، خدایی در زمینی من. ایا مادر فدایت من، ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نه آید کس به جای تو، همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من، فدای پای قدم مادران شویم می ارزد. چون گفتم مادر برای فرزند رو به دنیا آوردن چقدر عذاب و مشقت ها را پسی سر می کند. 9 ماه و 9 روز در بطنش نگه داشتن تا همان فرزند کلان شدن. بعد کلان شدن هم گوهرکی چشمش برای نگاه می دارد، در سر گوهره نشسته الله های ناز را می خواند. همیشه صحت سلامت باشد. امروز حاجیانه همراهی امان بابا چقدر که انسان های اصیل بودید، انسان های بهترین بودید که فرزندان را با مهنتی حلال با لقمه حلال کلان کردید. من امروز همون میوه فرزند را دیده استادید. خدا کند در سر همین نبیرچه ها سایبان شدن، سر و بر شدن، تاج سری طلایی شده گردید. امروز روز خرسندیتان مبارک باشد. راهیل خاله چند سال شد همراهی امانمک هم تو اشتباهتان بود؟ 45 سال. همین سری 45 سال خوشبختانه زندگی کردن و یک ورق کلام با نویسیده ما شعار میکنیم و همه بیننده های خود میگوییم. و مابین این 45 سال بعد اما بابا شما با چند سال گل پدرکی کردن؟ راست شدید فقط 10 بار، 10 باره. و حاضر باشد همین دستگل زیبا شخصا از نام امان بابا برای زیارت خانه خدا رفت آمدن، برای فرزندان بهترین را به وای رساندن، رمزی مهر و محبت و عشق خود را برای مادر عزیز تقدیم میکنند. با قرصک های مهمانان مرحمت تقدیم میکنیم. مبارک باشد. مرحمت. البته کتاب خدمت بهاترین قرآن کریم که تمام روی دنیا تن گرفتن پیشکشی پدر عزیز میکنه. مرحمت. مبارک باشد. میخونم طرفم فضل قزم شرفم آنم حاجر قلمم آدم حاجر قلمم جنت آنم پایدر آدم این دوایدر میگه این روح فایدر آنم حاجر قلمم. امروز لحظه های خرسندی بالای همه است.
هم زادروز و هم حج آشی بگذار در تمام خاندان ساکنان ازبکستان عزیزمان چنین وزنها بالایی هم باشد. ما باشد شیرینی داریم در امروز روزی 18 سالگی پدر عزیز یک جای تارت را میبریم از آن تناول میکنیم بگذار حیات همه انسان ها مانند شمایان خوشبخت و خرسند باشند. مرحبا یک جای تارت را نزدیکتر میبیاریم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. Льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли глаза сжигать, чтобы на твоем столетии все могли глаза сжигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения. مادران عزیز در همه جا پدران یک بهانه از زنها زیاد هستند. روزی گفتن که یک تا پدران تبریک گویند و همراهی با عنوان یک جای تبریکاتشان را میشنویم. در اینجا انسان‌های نزدیکی امان آمد جمع شده‌اند. مرحمت پیششون می‌دارم. سبحان ربی عزت ما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. ثابت القرآن شور رحمان حرمتی ما بشر امان و رضای حسنت الله محمد صلی الله علیه و سلم رسول برها جمعی پیغمبران رشه از اولیا پیروزداران پدران مادران شهیدان غریبان گشتگان همین منزل مکان همین خاندان امیدواران شما گذشته پدر اولاد مادر اولاد و گذشتگی امیدواران بخشیده کرده خیرشون خدا و درگاهش قبول کند حجشون قبول شد خدا دیگرشون موقعی زنشون خوش پیشن و دولشن فرزنداشون نبراشون و بختشون دیدم نصیب رو گردانم ربنا اتنی فی دنیا حسنة فی الآخرة حسنة قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین ساعت که خاطر جان دل بیغم که این دم پریشان نکنند. سال آنده همه ما ساق سامد رسوند. همه خاندان ما وقت رضای نقض بن همان بود. ساعت بدلون که انگیم کده خوش پیرشن برو بدولشن همه رضای نقض بیننو حجشون قبول شد. اینا همان بایم حج برد. Amin. Mana shu hoji onamiz umraga borib ketdilar. Bu yil nasib bo'lsa katta hajlarga borib, katta hajlarni ham bajarib, amallarini to'liq qilishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Allohu akbar. السلام علیکم مادران عزیز. همه شما را به خاندان حاجیانه به روز زادروزی امان بابا خوش آمدیدتان میگوییم. لحظه های خرسندی است. در این لحظه ها سخن های تبریکاتی می ارزد. یک تا از نزدیکان سخن های تبریکاتی رو میشنویم. کی آغاز میکنه؟ اکادامشان سر کنیم. مرحبا. Assalomu alaykum. Bu qardo'larimni aziz, mana o'zi xursandi. Ammo kemal o'zi tavalludda shomdas, umra shomlar o'shalar, satsola shalan, yangamlom kadi qo'shib shalan. Huzuri bachoya bina, huzuri nevaroya bina. Ana imroz yangamlom hoji ona shuda omadan ziyoratdan qabul shavad. Ro'ho hosil shavad.
شما تبریک میکنم عمرتون دراز شود مهمانان عزیز من از طبقه در اینجا نشسته ایم به قولم رایل جان حاجیانش را اومدن اکیم امانکیم روز تولدشون امانکیم صد بدارم یکیشون خوش پیر شده یکوی نغز فرزندکاشون بینن اپشت فرزندشون روزی نغز دیده خوش خورسن گردن و همین خورسندیشون موهانم خوشی صاف باشد سلامت باشد یکوتان خوش پیر شدیدان فرزندکاتان صاف و سلامت من یکوی دراز من امروز بازرگوت اکبر در کدامشون داره یعنی برای 100 ساله چه بکم حضوری فرزندها بینن حضوری نیورها بینن چی نیتی دارن به نیتکشون رسید ساق باشن الهی سربلند کردن در سری همه ما نکم همه همسایدان رحمت برای تبریکای خشوتون برای آمدگیاتون نوری دیده تاج سر میگون ساق باشه الهی رحمتی کلام بچون یانگامولو خوش آمده اینگاش به اکم نروید اکم بره غرامی نکنه ساخت باشه سلامت باشه اکم خیلی صد بدره یعنی به دولت شوه الهی چی نیتتون باشه نیت خودتون درست الهی اینگاش اکم پرسته نروید ایوارها حضورات شما ایوارات چه ایوارات دار شوید السلام علیکم همین اکوتون در رویله احمد شما در مقصد رفته رفتم اگیتون در الهی ما به همین روز کار رسونه بزرگی بله چقیقاتون بینه حجرگاه قدکتون قبول شد و ما پیش شما همونجا رفته زیارت کردیم همین اکوتون در همه سلامت گرده بچه اکوتون قبول کنه نبر اکوتون توی تموشو شخرید همین اکوتون در همه شما در برمه هزار رحمت شکری که امجان گفتن خدا کند در این روزی خورسندی نیت کنیم نیت ها عملی میگردد خدا کند که سال آینده در ماه شریف رمضان به حج اکبر رفتن پدر و مادر یک جای باز نصیب کند و باز آمده ما شادباش و تبریکات ها گیریم مهمانان خوش آمدن امروز بعضم هست یک جای رقص پیش از آن بوسه سخنهای تبریکاتی بوده است با مرحبا السلام علیکم مهمانای آنم بدام خوش آمده روزای نقص گویه توی تماشا دادیه و اون حجی کلام روان الهی خلق اقصایم خلق میراقلم همه حج رفته نصیب کنن دولتی سلیم و دادان میگوشم زیری پای اونامون جنت دنیا در خیلی که اونی خوش رو باشن اونی من میگوشم اونی مهربان اونی منم یکی مهربان سنیده دامانت تو قلیسینگی لیفته گم نزدیم بنده امکی همم، توقع همم، خاله همم، امامم همشون خشونم همسایه هایم هممون رفتن نصیب کنن الهی همه جا نصیب کنن خلق و حلیکم همشون روان حلیک نکنن بعدش رحمت هزار رحمت خیلی که گفتن یک شعر است حاجیانم مادرم را به چشم من بینید برای همه فرزند مادر زیباست مادرم را به چشم من بینید سر و پا نور و صفاست همگی مهر و وفاست مادرم را به چشم من بینید مادری من زیباست همه مادران زیبا هستید شما رو ما فرزندان دوست می‌داریم اکنون یک جای می‌رقصیم خرسندی می‌کنیم که خنده برای شما می‌ارزد مرحمت سرودها برای شما بیرون برآمده یک جای می‌رقصیم خوش آمدن عزیزان مرحمت
بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم آی موج برار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم آی انار انار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم آی انار انار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم آی انار انار بیا با بالینم شبنم گلنار بیا با بالینم آی انار انار بیا دل آزانه دوان دوان بکشه نالت نمیشه دندان نمیشه چکی چکی بالا نگیم شتر شتر نگیم شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی چیکار کنیم ناز برای کشتن اینک عزیزان در خانواده امانمک مهمان شدیم. پدر مادر عزیز را در روز خورسندی سعادتمندی تبریک کردیم و لحظه های بهترین تاریخی را روی زرورقان تاریخ با کتاب شهنان داخل کردیم. پیشکش شما عزیزان کردیم و ما باشید با شبکه شهنان و خود را احتیاط کنید.